ассалому алайкум шунавандагон ва тамошобинони азиз, имрӯз дар мавзӯи чормағз ва хосиятҳои шифобахшии он суҳбат хоҳем кард. Чормағз ин меваи дарахтест ки ба ҳамаи мо ва шумо маълум аст. Дар таркиби мағзи чормағз моддаҳое ки ба организми инсон хело ҳам зарур ҳастанд, аз ҷумлаи сафедаҳо, карбогидратҳо, чарбҳо ва витаминҳое ки масалан барои организм хеле зарур мебошанд, аз ҷумлаи витаминҳои А, B1, B2, B4, B6, витаминҳои С, витаминҳои Н ва дигар витаминҳо дар таркиби чормағз мавҷуд ҳастанд ки барои организми инсон хело ҳам зарур мебошанд. Чормағз ғизои хело ҳам сабук мебошад. Дарунро мулоим мекунад, ахлоти ғализро таҳлил медиҳад, қуввати шаҳвониро нерӯ мебахшад, бидуни ҳазм дафъ шудани ғизоро дар меъда ислоҳ менамояд ва манъ месозад. Узвҳои асосиро ки иборатанд аз дил, майна, ҷигар, меъда, хояҳо ва гурдаҳо мебошанд, қавӣ мегардонад. Ҳамаи панҷ ҳисси ботиниро ки марказаш дар майна аст, қувват мебахшад. خصوصاً به مویزی بدونه و انجیری زرد بخورند، این فعلش بیشتر ظاهر می‌گردد. پیران را بسیار فوراً و موافق است. مغز چهارمغز را با انجیر یکجا کوفته از آن 45 گرم بخورند. درون سختشان را ملایم می‌کند. اگر خشکش را تنها با دل نهار بخورند، قی را آسان می‌کند. چهارمغز را با پوستش بریان کرده بعد مغزش را بخورند، برای سرفه که از هوای خنک به هم رسیده باشد دوام می‌گردد. چهارمغز را با انجیر و سودو بخورند، گزیدن زهرها را می‌شکند. خواه پیش از زهرآلود شدن بخورند و خواه بعد از آن. مغز چهارمغز را بخورند، دردی روده ها را ساکن می‌کند و زخم روده ها را شفا می‌بخشد. مغز چهارمغز مهین کوفته متصل به چشم گذاشته بندند برای جوشش خارشناک، شیلپوقی و آبروی چشم دوا می‌بخشد. چهارمغز را سوخته مغز آن را کوفته زنها از تک بردارند، حیض بیجا رونده آنها را منع می‌کند. اگر آن را با عسل، نمک و پیاز سرشته گذاشته بندند، گزیدن سگ دیوانه را نفع دارد. چون مغز چهارمغز را با زیره سیاه مهین ساییده با عسل سرشته با سر و بدن بیماری فالج، یعنی که شل شدنی نیمه بدن به درازی، رویش کج شده، گرفتاری، دردهای بغم‌های از سردی به عمل آمده، تب‌های خونکی بلغمی کهنه داشته بیمالند و در حمام یا در آفتاب و در خانه گرم با پلاس گرم با همان طرفی مخالف علت فالج و برجامانده و اینچنین دیگر بیماری باشد به پشت بخوابانند. در کورپه سرپخته خود را بپیچند و تا خوب عرق کردنشان صبر کنند. بعد بدن را با متاع خشک پاک کرده از زیر آن برآیند. بدن خود را از رسیدن هوای خنک احتیاط کنند. آب سرد ننوشند، در یک یا دو دفعه از بیماری نجات خواهند یافت. و اگر در حمام این کار به عمل آورده شود، لوچ شده به خانه گرمش روند و دعوای مذکور را گرم کرده به سر و تمام بدن بمالند. در علتهای فالج و کج شدن روی به طرف مخالفت علت بخوابند و آن مقدار صبر کنند که خوب عرق آید. بعد بدن خود را پاک کرده آب را مطلقاً استعمال نفرمایند و برآیند و از هوای بیرون خود را نگاه دارند، صحت می‌یابند. تر و تازه آن را کوفته گذاشته بندند، داغی از ضربه به عمل آمده را نیست می‌کند. اگر بیمارند داغ کنجیدک را دفع می‌سازد و کشیده شدن موشک روی را به اصلاح می‌آورد. یعنی که آژانگ‌هایی که در روح پیدا می‌شود، همه آن آژانگ‌ها را با مغز می‌توان دوا بخشید. مغز چهارمغز را هنگام دل نهار بودن خواهده بیمارند، شکوفه پوست را در کودکان و ورم سوداوی را که زخم شده باشد شفا می‌بخشد. مغز کهنه شده آن را هنگام دل نهار بودن خواهده به آبروی متصل چشم، گونه‌غرایی گانگرین می‌گویند، جمره، کربونکول، شکوفه پوست کودکان، پیچشی عصب، جنگک شدن عضو و رگکشی پاها که از خشکی و سردی سر زده باشد، اینچنین به گردک موی ریخته سر و ریش و به ورمی پیستان بمالند، همه آنها را صحت میبخشد. مغز کهنه آن را سوخته با زفت
قطرون سرشته بیمولان ریشه های سر را دفع می سازد. مغز چهارمغز از باعث نازکی ترکیب خود و روغنناکیش زود ویران می شود، یعنی تلخ و ضررناک می گردد. مغز چهارمغز را بسیار بخورند. کرم کدودانه شکم را اخراج می کند و غدودهای بادام شکل حلقم را ورم می کنند. در دهان جوشش ها را به عمل می آورد. خصوصا این حادثات در آدمان گرمیجاز بیشتر روی می دهد، زیرا که به گرمیجاز ضرر دارد. بنابر همین بعد آن را خوردن باید دهان را خوب بشویند و انار میخوش را بمکند و سکنجبین، سرکه و عسل بخورند. این ضررش اصلاح می شود. اگر طعم مغز چهارمغز تلخ و منفور گشته باشد، خوردن آن جایز نیست، زیرا وی در آن حالت به زهر تبدیل می یابد و اگر این نوعش را خورده باشند، علاجش قی کردن و چیزهای ترش خوردن است. مغز چهارمغز سالم را با عسل مربا کرده بخورند، گرده را فربه می کند. مادامی که گرده فربه گردد، آن قوی می شود و در آن سنگ پیدا نمی شود و این چنین قوت مردی به ضربه می گردد. خوردن مربای آن درون را ملایم می کند و کروده را پرقوت می سازد. مغز چهارمغز را یک شبانه روز در سرکه تر کرده بعد بخورند. برای معده های ضعیف درمان می شود. شلم خشکی چهارمغز را آز کرده بپاشند، زخم های بدفعال را شفا می بخشد. عصاره پوستی سبز بیرونی چهارمغز، یعنی آب پوستی بیرونی چهارمغز را در آفتاب غسل گردانیده بعد با آب انار یکجا جوشانیده غسل گردانیده باشند، برای ورمی موشک های حلق دوای عجیب است. پوستی سبز چهارمغز را در آب جوشانده به آن آب دهان را چایقانند. ورم های ملکی دندان را تحلیل می دهد و دندان را مستحکم می گرداند. پوچاق خشکی چهارمغز را مهین کوفته با جراحت بپاشند. آنها را خشک می کند. خونروی را منع می کند. این چنین چکمه‌زک را که از سستی موشک های پیشابگذر به عمل آمده باشد صحت می بخشد. این اردک را به شراب خمیر کرده زنها از تک بردارند، خونروی بچه‌دان را منع می گرداند. از 13 تا 25 گرم پوستی ریشه چهارمغز را در یک نوشیدنی آب جوشانیده، آن آب را بعد از پر گشتن معده از خوراک بر بالایش بنوشند، قی می آورد. با این واسطه اخلاط چسبکی بسیار را دفع می سازد. پوستی بیرونی چهارمغز را در حالت تر و تازگیش بکوبند و بر آن ریم آهن را آز کرده بپاشند و هر روز بر هم زنند و بکاوند. این برای موی سر را سیاه کردن رنگ نیکو و بردوام می گردد. این چنین چون با ریم آهن کوفتگی و سرکه بجوشانند، بعد تا یک هفته در آفتاب گذارند. هر روز بر هم می زده باشند، پس مو را رنگ کنند. این قوی تر است از اوله. پوستی سبز ثمره چهارمغز را به شکوفه های پوست و سبوسک سر بمالند فایده می کند. اگر این را به دندان بمالند، ملکی دندان را سخت و خودی دندان را مستحکم می گرداند. پوستی تر ریشه چهارمغز را هر 5 روز یک مرتبه به دندان بمالند. مغز سر را از ماده های بیگانه پاک می سازد. آبی برگشت را نیم گرم در گوش چکانند، آن را از چرک پاک می کند. آب پوچاق سبز تازه چهارمغز را در ظرف با عسل یکجا تا غسل شدن جوشانده بعد بمالند. برای درد شدید گلو که از جمع شدن خون در آنجا حادث شده باشد، پختن دهان خونروی بیخ دندان و به سستی دندان ها دارو می بخشد. در این خصلت دوای بی‌مثل است. پوستی سبز و تر و تازه ثمره چهارمغز را با هموزنی آن برگ هینا کوفته بمالند، نزله های از سر فراینده را منع می کند. درد سری کهنه، درد نیم سر، فالج و دیگر دردهای از سردی حادثه شونده مانند نقرس یعنی پودگره و غیره را شفا می بخشد. پوستلاخ خشکی درخت چهارمغز را به سوهان تراشه کرده بعد آن را با سرکه خمیر ساخته بمالند، روی را سرخ می گرداند. با زفت قطران خمیر کرده به هر عضو که بمالند، آن را قوی می گرداند.
اگر این تراش سوخانی را چند روز در روغن زیتون تر کرده بعد بر بدن بمالند نمیگذارد که در بدن شبپوش پیدا گردد و اگر این را بخورند برای علتهای سیپرس درمان می شود. در فصل خزان ریزی موضوع را در روغن زیتون تا سیاه شدن بجوشانند. بعد صاف نموده در شیشه ریخته بیخ درخت چهارمغز را گشوده ریشه اش را از آن برآورده سرش را بریده پرتافته نوگی آن ریشه را به درون شیشه درآورده به حدی که در روغن باشد و به تگ شیشه نرسد. ثانی اطراف دهن آن را خوب محکم کنند و از نو خاکپوش نمایند. همان طور گذارند تا زمانی که آن درخت به ثمر آید. پس شیشه را از اینجا برآورده در آن شیشه چیز سیاه مانند سیاهی خطاطی خواهد بود. آن رنگ بسیار نیکو است و مدت‌های دراز اثر آن باقی میماند. این را احتیاجی به موی مالیدن نیست بلکه فقط شانه را در آن طرح ساخته بر موی کشیدن کافی میباشد که موی را سیاه گرداند. این از اسرار طب قدیم است. این رنگ را پیش از برآمدن موی در حمام بر هر دو خایه ها بمالند مانع رویدن موی سفید میگردد. موافق بعضی قول‌ها اگر در سایه درخت چهارمغز بخوابند بدن را لاغر میگرداند و دیوانه خوشبو داده در زیر درخت آن بخوابد هوشیار میشود. چون خواهد که مغز چهارمغز را از پوست نفیسی آن مغز جدا نماید در آرد انداخته در ظرف اندک بریان کند بعد به دست بمالد پوست آن جدا میگردد. روغن از این گونه مغز گرفته شده را در خصلت مانند مغز کهنه آن است. اگر از روغن این هر روز 10 یا از 5 گرم تا 1 هفته بیاشامند درد سورین را دفع میکند. این روغن برای آدمان سردمزاج و بیماری‌های از خونگی پیدا شده فایده میبخشد. این روغن را بمالند برای ریش‌های خورنده، ناسورهای چشم، ملایم کردن عصب‌ها، تسکین دادن دردهای از خونگی به عمل آمده، دفع گرداندن شکوفه پوست و رویانیدن موی به جاهای گردک، موی ریخته سر و ریش دوا میباشد. اگر این را در بینی بریزند کج شدن روی، فالج و جنگک شدن عضوها را نفع دارد. این بود معلوماتی پوره درباره خصلت‌های شفابخش چهارمغز. و ویدیو لایک مونید، کامنتاری نویسید و به دوستانتان روان کنید. همیشه سلامت و بردوام باشید.